ما از امشب میخوایم راجع به یک موضوع خیلی خیلی مهم صحبت بکنیم که اونقدر مهم هست که خدای بزرگ در آیه 77 سوره مبارکه فرقان فرمودن که اگر شما اون رو نداشته باشین و بهش مجهز نباشین اصلا من به شما اعتنایی ندارم. اینقدر این موضوع مهمه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. ای پیامبر به مردم بگو که اگر اونها اهل دعا و اینها نباشن اصلا من بهشون توجهی و اعتنایی ندارم. اینقدر موضوع دعا مهمه. بله، میخوایم راجع به دعا صحبت بکنیم و بشنویم از کارشناس برنامه‌مون که از امشب به یاری خدا درباره این موضوع حجت الاسلام و المسلمین آقای نجفی نژاد صحبت خواهند کرد که بعد از مدت‌هایشون رو زیارت میکنم. از این بابت هم خیلی خیلی خوشحالم که خدمتشون هستم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدین. خوشحالم از زیارت شما. علیکم السلام. برای بنده هم توفیقیه. قربون شما. زنده بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم که این توفیق مجدد نصیب شد. زنده باشید. که چند دقیقه رو بر سر سفره معارف اهل بیت علیهم سلام الله میهمان و بهره مند باشیم. زنده باشین. محبت دارید. چقدر مختصر مفید. سلامت باشین. زنده باشین. خوبین؟ همه چی خوبه؟ ارادتمند. سلامت باشین. مخلص شما هستیم. خیلی وقت بود شما رو زیارت نکرده بودیم. آخرین بار تو همون برنامه‌های تقربی که بود بله خدمت شما بودیم و انصافاً هم استفاده می‌کردیم. بازم توفیق رفیق شد الحمدلله رب العالمین. این حادثه اخیرا به شما تسلیت عرض می‌کنیم. حادثه شهادت رئیس جمهور شهیدمون و همراهانشون رو و همونطور که عرض کردم ما میخوایم راجع به دعا صحبت بکنیم و بشنویم از شما و همینطوریش من همین آیه‌ای که اول برنامه عرض کردم و خودم قبل برنامه یادم افتاد. برای خودم یه تلنگری بود که علیرضا بعضی وقتا ماهای مفاهیمی برامون عادی میشه، دعا، حالا مثلا دعا خوندن و اینا، ولی اینقدر به قول معروف مهمه که توی قرآن یه همچین آیه‌ای داریم راجبش، یا مثلا توی روایات آیات عجیبی داریم راجب دعا خوندن و مسئلت کردن از خدای بزرگ. از هر کجای شما صلاح میدونید شروع بفرمایید. مثل برنامه‌های گذشته من مزاحمتون میشم، گاه گداری چیزی به ذهنم بیاد عرض میکنم و سوال میپرسم. بله، همین که فرمودید بحث دعا دارای اهمیت بسیار بالایی است، به جهت اینکه اساسی ترین نیازهای ما در این مقوله دعاست که فراهم میشه و ارتباط با عالم غیب از این مجرا برقرار میشه. اگر انسان ارتباطش رو با عالم غیب برقرار نکنه، رگ حیات خودش رو، رگ حیات معنوی خودش رو قطع کرده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حیات انسان ها متوقف بر ارتباط با خدا و رسول هست، رسولی که پیک عالم غیب است، فرستاده خدای سبحانه که ما رو به اون عالم وصل کنه و این حیات زمانی محقق میشه که این ارتباط برقرار بشه. ارتباط هم از طریق دعا برقرار میشه. دعا هم ابتدا به ساکن از ناحیه خدای سبحان هست، یعنی او دعوت میکنه که ما اجابت میکنیم. اول او برای ما دعوتنامه میفرسته، یعنی اگر خداوند متعال خودش رو به ما معرفی نمیکرد و رسولش رو نمیفرستاد و این مطالب و معارف از زبان دربار او برای ما مطرح نمیشد، شاید ما اصلا نمیدانستیم که عالم غیبی هست و ضرورت ارتباط با او رو اصلا نمیفهمیدیم، تا چه رسد به راهکارهای وصل شدن به اون عالم. لذا قرآن میفرماید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. اونا شما رو میخونن. اینقدر این مقوله مهمه که خود خداوند متعال داوطلب است در این زمینه که بنده های خودش رو صدا بزنه و این ارتباط رو او با ما برقرار کنه. اگر انسان این ارتباط دو سویه رو برقرار کرد، دائما وجودش از این منبع فیض معنوی بهره مند خواهد بود. خب شما خاطرتون هست آقای قوامی که ما در مورد بحث دعا مفصلا دور هم نشستیم، حرف زدیم. همینطوره. من یادم اون موقعی که فرصت مبسوط داشتیم هم مجموعه از آیات این بحث رو مرور کردیم، روایات این بحث رو کامل با هم دیدیم، روایاتی که عددش کم هم نیست. خیلی اسباب و عوامل استجابت دعا رو مرور کردیم، موانع اجابت دعا رو با هم دیدیم، آداب و شرایط دعا که خودش بحث بسیار مفصلی رو میطلبه با هم مرور کردیم.
من بنا دارم که خیلی تکرار و مکررات نداشته باشیم، هرچند که این بحث از زبان کارشناسان محترم هم به مناسبت‌های مختلف مطرح شده. نه اینکه بگیم حرف تازه، چون ما هیچ حرف تازه‌ای جز آیات و روایات نداریم. با یک نگاه نو، یک برداشت کاربردی داشته باشیم. خیلی خوب. یعنی اگر کسی چند دقیقه در همین برنامه با ما همراه هست، یه عامل ارتباط با خدا رو پیدا کنه، یه نگرش جدیدی نسبت به مقوله دعا پیدا کنه. در مورد دعا قبل از اینکه ما بحث کنیم باید ببینیم که سرمایه های ما برای ارتباط با خدای سبحان چی هست. اگر میگیم دعا وسیله ارتباطی است، ما ببینیم اگر دعا رو کنار بزنیم آیا عامل ارتباط دیگری با خدای سبحان داریم یا نداریم. دعا به معنای عام مجموعه عبادات رو در بر میگیره، یعنی هر نحوه ارتباطی که با خدای سبحان باشه، اعم از این که انسان درخواست و مسئلتی داشته باشه یا نداشته باشه، حاجتی رو طلب بکند یا نکند، صرف این که من نگاهم رو به سمت آسمان به معنای ارتباط با خدای سبحان، خداوند که همه جا هست، من نگاهم رو به هر جا بدوزم، منتها علامت و نشانه ارتباط با خدای سبحان به جهت علو شأن او و استعلاء مکان او دوختن نگاه به سمت آسمان است و بردن دستها که از آداب دعاست به سمت آسمان و به سمت بالاست. همین که من نگاهم رو به بالا دوختم، همه گیاهان هم وقتی میخوان رشد کنن به سمت بالا رشد ما قرار رشد کنیم با دعا. احسن. دستمون رو به سمت آسمان بالا گرفتیم، هنوز هیچ جمله‌ای هم بر زبان جاری نکردیم، هیچ خواسته رو هم مطرح نکردیم، ارتباط با خدای سبحان شکل گرفته. یعنی دعا محقق شده. در مرحله بعدی این به اختیار ماست که ما با خداوند متعال چه بحثی رو مطرح کنیم. در اون بحث خواسته و طلب و حاجتی باشه یا نباشه. یه لحظه شما میفرمایید به محض اینکه من متوجه خدا میشم دعا شکل گرفته؟ بله. هر توجهی به خدای سبحان باشه ارتباطی است که با خدای سبحان برقرار شده. حالا بعضی موقع اصلا در این ارتباط انسان نمیخواد چیزی از خداوند طلب کنه، انسان فقط رو به سمت خدا میبره که خودش رو معرفی کنه. آره، منتها تا قبل از این من خودم فکر کردم ما موقعی به یه چیزی، به یه فرایندی، به یه پنده‌ای میگیم دعا که توش یه طلبی، مسئلتی باشه. نه، دعا به معنای عام این نیست. دعا به معنای خاص مترادف با همون مسئلت و حاجت هست. بله. پس انسان در مقام شما ادعیه اهل بیت علیهم سلام الله رو ببینید، بخش معظمی از دعاها به مدح و سلام میگذره. آره. اصلا نجوای با پروردگار، همونجور که شما میگین یه نوع عشق بازیه. همینطوره. خدا رو معرفی میکنه، خودش رو معرفی میکنه. اتفاقا خیلی از دعاها هست که هر چی ما درش میگردیم اصلا چیزی خواسته جدی مطرح نشده، اصلا بنا هم نیست مطرح بشه. به عنوان نمونه دعای سحری که ما در شب‌های ماه مبارک رمضان میخونیم، هی خدا رو قسم میدیم به آبروی او، به شأن او، به مجد او، به عظمت او. همینجور ردیف میایم جلو، میبینیم که همش اوصاف الهی است که داره مطرح میشه. هیچ بحث از طلب، بله آخرش فعجبنی الله هست، اجابت کن مرا، باز هم موضوعی رو مشخص نمیکنه. پس دعا اعمه، ارتباط با خدا به هر نحوی که شکل بگیره و اعم از اینکه انسان چیزی بخواهد یا نخواهد. اتفاقا این مطلب که میگید در ذهن خیلی از ما شکل گرفته که هر موقع ما یه خواسته ای داریم، یه گرفتاری داریم، مخصوصا به درگاه الهی مراجعه کنیم، این دقیقاً چیزی است که در روایات نهی شده. یعنی در روایات به ما گفتن که اون کسی که در اوج نعمت و رخا هست بیشتر به دعا محتاجه تا اون کسی که در گرفتاری و بلا هست. چون همین که انسان تو بلا افتاد معلوم مورد توجه خاص پروردگار عالم واقع شده. اما وقتی انسان در نعمت بود لزوما این نیست که توجه خاصی شامل حالش شده باشه. تو آدمای مختلف شاید متفاوت باشه این داستان. یعنی بعضیا وقتی که وضعشون خوبه یاد خدا میافتن، وضعشون بده نه. بعضیا هم برعکس، من دیدم بله. اونایی که وضعشون خوب میشه، بعضی هستن آدمای خوب خیلی آدم میبینه هی زبان شکرش زیاد میشه، می خدای شکرت، خدای شکر، این ارتباطه به این شکل برقرار میشه. در روایت داریم که انسان ها دو دسته هستن، دسته ای که در نعمت بیشتر یاد خدا هستن، دسته ای که در شدت بیشتر یاد خدا هستن.
و اتفاقا خدای سبحان برای همه انسان ها این دو مقوله رو پیش میاره. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن الدنیا یا الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. در نامه به امام مجتبی علیه السلام هم میفرمان خودت رو برای فراز و نشیب روزگار آماده کن که گاهی روزگار تو رو عزت بده، بالا ببره و همه چی بر وفق مراد تو باشه و گاهی روزگار تو رو زمین بزنه و سختی ها و شدت ها بر سر تو ببارد. مهم اینه که انسان در هر دو حال اون حالت طمأنینه و سکون خودش رو حفظ کنه، آرامش خودش رو حفظ کنه و ارتباطش با خدای سبحان برقرار باشه. همینطوره. به نظرم هر دوش هم وسیله برای آزمون و امتحانه دیگه. که باز برای اینکه ما این دوتا رو پشت سر بگذاریم به موفقیت، یکی از مهمترین راهاش همین برقراری ارتباط با خدا است. برقراری ارتباط با خدا. دعا ارتباط دو سویه هم هست. ما در نماز درست خودمون رو محضر پروردگار عالم می‌بینیم و تکبیرات الاحرام که میگیم قامت به نماز می‌بندیم در محضر پروردگار عالمی و همه اونچه که بر زبان جاری می‌کنیم از اعمال و رفتار و اذکاری که بر زبان جاری میشه در مرعا و منظر ذات اقدس احدیته. منتها در نماز ما به انتظار ننشستیم تا بلافاصله نمازمون تمام شد مهر قبولی هم به این عمل عبادی زده بشه. آره. ما وظیفمون رو انجام بدیم، بندگیمون رو انجام بدیم و تمام میشه. در همه عبادات همینه، تکلیفی است که به عهده ماست و اون تکلیف رو ادا میکنیم. در دعا انسان ارتباط زنده با خدای سبحان داره، یعنی وقتی رو به سمت خدای سبحان میکنه و با او حرف میزنه انتظار پاسخ دارد. اما از این که عرض کردیم حاجتی رو طلب کنه یا نکنه، به حال هر سلامی یا جوابی داره. وقتی خدای سبحان ما رو دعوت کرده به این که بیاید با هم بنشینیم سر یک سفره گفتگو کنیم، وعده هم فرموده که من پاسخ میدم. حالا این پاسخ گاهی به اجابت دعاست، گاهی به هم کلام شدن با ماست که در روایات هم داریم که خداوند متعال چه بسا جواب بنده مؤمن رو زمانی بده که مورد احتیاج شدید اوست. یعنی اون موقعی که این دعا رو بر زبان جاری میکنه هنوز به اون شدت احتیاج نرسیده، ولی خداوند اجابت رو نگه میداره برای اون ساعت احتیاج خودش. همین که میگن تو اوج ناامیدی هاست که آدم بله امیدی هم هست، دری باز میشه. و این یه تعریف کلی از مقوله دعا. خب این تعریف کلی رو تا اینجا نگه داریم، خیلی هم خوب. با اجازه شما یه فاصله بگیریم و برگردیم این کوچولو به حرف شما فکر بکنیم تا برسیم به مراحل بعدی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطور که ملاحظه فرمودید از امشب محضر حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد عزیز هستیم، داریم راجع به موضوع خیلی خیلی مهم دعا صحبت می‌کنیم. حتما توی این حدود 7-8 دقیقه‌ای که از برنامه گذشت متوجه اهمیت موضوع شدین. تعاریفی که ارائه دادن هم تعاریف نابی بود که استفاده کردیم و ادامه فرمایشاتشون رو سراپا گوشیم. خواهش میکنم. عرض کردیم که دعا ارتباط با خدای سبحان هست و این سرمایه است که خود خداوند متعال در اختیار ما قرار داده. ببینید ما انسان ها قبل از هر چیزی برای مراجعه به درگاه خدای سبحان باید به فقر و ضعف و نداری و ناچیزی خودمون واقف بشیم. بدانیم که اگر به درگاه الهی مراجعه نکنیم هیچی در کف اختیار ما نیست. در روایات و هم در قرآن ما خودمون رو به این شکل معرفی میکنیم: لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. قرآن میفرماید. در روایات هم اضافه کردن ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ما به اختیار خودمون تو این دنیا نیامدیم. خدای سبحان اراده فرمود که ما رو خلق کنه. در نهج البلاغه امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرمایند خداوند متعال برای بردن انسان ها با هیچ کس هماهنگ نمیکنه. خود خداوند هم در قرآن میفرماید که ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. من روزی که آسمان ها و زمین رو خلق کردم هیچ شاهدی برای خودم نگرفتم، قرار نبود من شاهدی بیارم برای این ماجرا. بعد میفرمایند و حتی خود اجنه رو و ملائکه رو وقتی میخوام خلق کنم نیازی ندارم که از خودشون اجازه بگیرم. اراده قطعی خدای سبحان کافی است بر تحققش. خداوند به ما نسپرده خودمون تصمیم بگیریم برای خودمون که باشیم یا نباشیم و در زندگی هم هیچ نفع و ضرری بدون اذن و اراده الهی به ما نخواهد رسید و از ما دور نخواهد شد.
خب ما تو این وضعیت اسفباری که هیچ اراده‌ای نداریم، هیچ اختیاری نداریم، با پای خودمون نیامدیم، با پای خودمون نمیریم، اینجا هم با وجود اینکه احتیاج فراوان به منافع داریم و باید خیرات رو به سمت خودمون جلب کنیم، روایت می‌فرماید شما یه همچین اختیاری هم ندارید که خیر رو به سمت خودتون جلب کنید یا ضرری رو، شری رو از خودمون دفع کنیم. از اون طرف هم لا یمکن الفرار من حکومت. بله، در چنگال قدرت پروردگار عالم گرفتاریم. خب تو این وضعیت ما چی داریم پس؟ اینا همه نداشته های ماست، اختیاراتی است که از ما سلب شده. امیرالمومنین صلوات الله علیه در دعای کامل تعلیم فرمودند که انسان با وجود همه این نداری ها و فقرهایی که به وجود فقیرش اضافه شده، یک سرمایه عظیم در اختیار دارد. اغفر لمن لا یملک الا الدعا. من مالک نفع و ضرر خودم نیستم، اما مالک دعا هستم. یعنی دعا مملوک ماست، دعا دارایی ماست، دعا ملک طلق ماست. این سند رو هم خدای سبحان به نام ما زده. اگر خداوند متعال دعا رو هم در کف اختیار ما نذاشته بود، هیچی نداشتیم واقعا. ولی دعا به تنهایی مقوله است که همه این نداری ها و فقر ها رو جبران بکنه. یعنی ما هیچی نداریم، در مقابل چیزی داریم که جبران کننده همه اون فقر هاست و اون دعاست. یعنی ما به وسیله دعا میتونیم هر خیری رو برای خودمون در نظر بگیریم و از خدا سبحان طلب کنیم و هر شری رو از وجود خودمون، وجود خانوادهمون، اطرافیانمون، دوستانمون، مملکتمون و همه انسان ها دور کنیم به اهرم دعا، به وسیله دعا، به این سرمایه عظیمی که خدای تبارک و تعالی در اختیار انبیاء خودش قرار داد. در این روایتی داریم که دعا سلاح انبیاست، خداوند متعال اجازه داده به همه انسان ها که ازش استفاده کنند. یعنی ما هم که انسان مقربی و عبد ویژه‌ای به درگاه خداوند سبحان نیستیم، از این سرمایه ویژه محروم نشدیم. خداوند عمومی به همه انسان ها اجازه داده که مستقیم بی واسطه با او ارتباط برقرار کنند. من چون سابقا به خیلی از این روایات اشاره کردم، دیگه متن عربیشو نمیخونم، ولی این عباراتی که عرض میکنم همه ترجمه روایاته. یعنی اینکه عرض میکنیم بی واسطه، امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند هیچ شفیعی بین خودش و بنده ها قرار نداد. هیچ کس رو معرفی نکرد که برید با او مطرح کنید که او با من حرف بزنه. بله، عده آبرودار نزد خدا روی سطح زمین هستن که اونها میتونن واسطه بشن برای ما و ما اعتقاد به مقوله شهادت داریم و اصلا شفاعت از ضروریات دین ماست و منکر شفاعت منکر ضروری دین هست. اما این نیست که ما برای هر ارتباطی با خدای سبحان نیاز به شفیع داشته باشیم. شفیع زور کار رو زیاد میکنه، ارتباط رو محکم میکنه، در یه بزنگاه‌های به فریاد ما میرسه. اما بدون شفیع باب ارتباط ما با خدای سبحان بسته نیست. اینم اذن عامی است که به همه خلائق داده شده. این آیه‌ای که در قرآن هست همین مفهوم ازش بر نمیاد که ادعونی استجب. بله. لکم، یعنی بلا فاصله بعد ادعونی استجبه. بله. بدون هیچ حالا واسطه‌ای. بدون هیچ واسطه‌ای. یعنی خدای تبارک و تعالی خودش رو مستقیم متکفل امر استجابت قرار داده. و اینکه هر کسی خدای سبحان رو بخواند، خود خداوند مستقیم میشنود. واسطه‌ای قرار نیست بشنوه به درگاه خدا نقل کنه، خود او میشنود و خود او هم مستقیم پاسخ میده. و جالبه که انسان‌ها در مقام استجابت خودشون هم آثار استجابت دعا رو لمس میکنن. یعنی هر کسی خودش میفهمه در دلش چه نجوایی کرد، چه خواسته و طلبی داشت و بعد هم محقق شد یا نشد. این بزرگترین برهان هست که خدای سبحان خودش رو به این واسطه به ما معرفی کنه. که عرض کردیم دعا، همین آیه شریفه‌ای که حضرت عالی اول بحث قرائت فرمودید، اگر نباشد هیچ توجهی از ناحیه خدای سبحان بنده نمیشه. بله. به خاطر همینه که خداوند لحظه به لحظه و آن به آن به وسیله دعا داره خودش رو معرفی میکنه به ما. یعنی وجود حیش برای ما ملموس میشه که ما خدایی داریم که صدای ما رو میشنود، پاسخ ما رو هم میدن. از امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرما انسان با وجود همه نداریش سرمایه‌ای دارد، اغفر لمن لا یملک الا الدعا، که همون یک سرمایه تنها کافی است که همه نیازهای او رو جبران کنه. بسته به این دارد که انسان
آداب و شرایط طرح خواسته و نیاز خودش رو بلد باشه، مناسبت‌های استجابت دعوات رو بشناسه و به تعبیر روایات راه‌های نجات خودش رو بشناسه. خیلی موقع ما در مقام طلب و خواسته از خدای سبحان چیزی رو درخواست میکنیم که سعادت ما در اون نیست. در برخی از روایات فرمودن یکون فیه هلاکک، هلاکت ما در اما خودمون نمیدونیم. لذا در مقام دعا از قبل ما گفتن که اعرف سبل نجاتک و هلاکک، راه‌های نجات و هلاکت رو بشناسید، بعد به درگاه خدا مراجعه کنید برای درخواست و حاجت، بعد مراجعه کنید برای دعا. چه بسا شما چیزی رو طلب کنید که در اون نجات شما نباشد، خداوندم اجابت نکنه چون خیرخواه شماست. چه بسا چیزی رو طلب کنید که در اون هلاک شماست و خدا نخواد که شما هلاک بشین. پس کسی که راه‌های سعادت خودش رو نمیداند، راه‌های نجات رو نمیشناسد، اگر جاهلانه به درگاه خدا مراجعه کنه و خواسته های خودش رو مطرح کنه و ارتباط ناصحیح با خداوند متعال برقرار کنه، باعث نمیشه که حکمت الهی کنار بره و به ضرر اون بنده تمام بشه این ارتباط، بلکه خدای تبارک و تعالی حکیمانه با او برخورد میکنه و اون دعا رو در روایات داریم یا تبدیل از دعای شر تبدیل به دعای خیر میکند، یا اون دعای شر رو اجابت نمیکنه تا هیچ ضرری به اون بنده‌ای که اینجور غلط درخواست میکنه نرسه. این داشتم به چی فکر کردم یاد این آیه و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم هم افتادم. حالا با این اوصاف بهتر نیست آدم چیزی نخواد؟ مثلا بگه آقا اونی که خودت میدونی اصلا کلا در هر موردی، بله. حاجات دنیایی انواع اقسام که ما داریم و اینا، بگیم آقا اون چیزی که تو بهتر میدونی، چون من که متوجه نمیشم. خودت هم در قرآن فرمودی و من اصلا چیزی ندارم از خودم و اختیاری ندارم و بینشی ندارم که چی به نفعمه چی به نفعم نیست. ظاهرا خیلی از عرفا میگن آقا همین الهی آن ده که آن به. بله. ببینید قرآن میفرماید و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. انسان یه جوری شر رو طلب میکنه که ان خیره، یعنی به همون کیفیتی که دنبال خیر میدوه فکر میکنه اونه. بله، در تشخیص دچار اشتباه میشه. خیلی با عجله و شتاب میخواد حتما به اون برسه. این که شما میفرمایید یه راهکاره که انسان به خاطر اینکه به این بلیه گرفتار نشه از همون اول مصداقی تعیین نکنه. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خدایا هر چه که در صلاح من بده و بعد هم تسلیم امر پروردگار باشه. این یه راهکار ابتدایی است. یتوکل علی الله فهو حسبه. بله، فهو حسبه. یعنی حوائجش رو به نحو عام مطرح کنه، اونجا که خیر من هست، اونجا که البته خب مقام بالایی هم هست، مقام تسلیم و رضا، باید خودش رو هم مهیا کنه به این که هر پیش آمدی در زندگیش برای او رخ داد قطعا خیر او بوده و مورد امضا و رضایت الهی است. حالا چه پیش آمد به ظاهرش خیر باشه که رشدش بده، چه شری باشه که در اون صبر کنه و باز هم درجات معنویش اعتلا پیدا کنه. یعنی اگه کسی اینطوری بگه ممکنه اینطوری هم امتحان بشه؟ قطعا اینجور امتحان میشه. پس نگیم اینطوری. چرا؟ انسان باید در مقام دعا هم هر چه که طلب میکنه در عین حال خودش رو مهیا کنه برای اینکه اجابت به چه شکلی محقق میشه. بذارید اینو بذاریم برای برنامه بعد. به نظرم یه ذره باید بحث کنیم راجعش. آره. نمونه سوال در ذهن آره چکشکاری بیشتری بشه و اتفاقا اینجوری باز بمونه، مردم روش فکر بکنن، بهتره که تشویق هم بشن ان شاءالله. انگیزه باشه که البته شما حضورتون کلا انگیزه است تو این برنامه، ولی از جهت موضوع عرض میکنم که پیگیر باشن ان شاءالله. هفته آینده به شرط حیات بتونیم این بحث رو ادامه بدیم.